درود دوستان عزیز، وقتتان بخیر. به این ساعت خبری ما از چینل آریانا افغانستان تیوی خوش آمدید. ملا یعقوب با فرستادن یک پیام صوتی خواهان تفاهم و همکاری دوجانبه بین جبهه مقاومت ملی و طالبان شد. ملا یعقوب این موضوع را طی پیام صوتی بیان کرده و اصرار کرده است که افغانستان کشور مشترک همه افغانها است و باید تفاهم‌های دوجانبه و همکاری سمتی و منطقه‌ای صورت گیرد. در جواب احمد مسعود نیز انعطاف نشان داده و خواهان فوری حل مسائل افغانستان از روی گفتگوها شده است. این در حالی است که چند روز قبل نیز نشستی درباره افغانستان در استانبول برگزار شده بود. هدف این نشست تفاهم و گفتگوهای بین الافغانی عنوان شده است که هیئتی از جانب افغانستان از جانب جامعه مدنی و میانجی شرکت داشتند. بینندگان عزیز، ممنون از این که تا این دم از خبری ساعت با ما بودید. چینل ما را سابسکرایب نموده و ویدیوهای ما را تماشا کنید. وقتتان بخیر.